در حضور خانم رحمانیای عزیز و آقای جاوید گرامی هستیم، روانشناس بالینی و روان درمانگر. امروز رویداد تحلیل فیلم ام رو داشتیم و از دوستان خواهش میکنم در مورد تحلیل و تاثیرگری این فیلم توضیحات بیشتری بدم. رویداد تحلیل فیلم ام رو داشتیم و این فیلم رو از منظر جامعه شناسی، روانشناسی و آرکتایپی مورد بررسی قرار دادیم. جلسه بسیار جالبی بود. دوستانی که در کنار ما بودن نظرات خودشون رو اعلام کردن. آسیب شناسی اجتماعی و فردی این فیلم مورد بررسی قرار گرفت و امیدوارم که در جلسات بعدی دوستانی که ما رو همراهی میکنن از این جلسات بهتر استفاده کنن. بله، امروز تحلیل فیلم ام رو داشتیم. فیلم از منظر رویکردهای رفتاری و روان تحلیلگری بررسی شد، تحلیل شد، آسیب‌ها تشخیص داده شد و نظرات دوستان خیلی مشتاقانه بررسی شد و این نشون داد که فیلم گویا و پرباری بود. خیلی خوشحالم که فیلم ام رو توسط آقای دکتر جاوید و دکتر رحمانی همکار عزیزم تفسیر شد و بحث اختلال شخصیتی در واقع آنتی سوشال دیسوردر رو خیلی قشنگ به نمایش فیلم کشیده و همکار عزیزم خیلی قشنگ تفسیرش کرده. ازش متشکرم. امروز فیلم ام ما دیدیم با دوستان عزیز. چیزی که برای من خیلی جالب بود این بود که این فیلم ام در سال 1931 چقدر قشنگ این آسیب‌های اجتماعی بعد از جنگ جهانی اول به تصویر کشیده و من ممنونم از عزیزان که امروز خیلی بحث جالبی رو با دوستان داشتیم. با همکاران عزیزم تحلیل فیلم ام رو داشتیم و خیلی خوشحال شدم که این کار رو انجام میدیم که خیلی به غیر از همکارا افراد جوان اونجا بودن و خیلی به نظرم اومد که میتونه برای آینده کشور ما اصلا مفید بوده باشه و این کار ادامه داشته باشه. فیلم ام رو از مبحث‌های مختلفی که امروز بررسی کردیم، خب شخصی که در واقع قتل انجام میداد هم دچار اختلال شخصیت بود و همین که جامعه در واقع طوری بود که به مردمش این اطلاعات رو نداده بود، فرهنگسازی نکرده بود که نیازهای اساسی خودشون رو که گلستر بیان میکنه که 5 نیاز اساسی ژنتیکی هست از مسیر درستی ارضا کنن. به خاطر همین این شخص به خاطر آسیب‌هایی که توی دوران کودکی دیده بود یا توی محیطی که قرار گرفته بود، رنجی که کشیده بود، این رو با اون قتل‌هایی که انجام میداد در واقع یه جور تخلیه هیجانی انجام میداد. یعنی در واقع اون رنج و آسیبی رو که درون خودش احساس میکرد اون رو التیام میبخشید. فیلم بسیار خوبی بود به نظر من. خیلی میشد نقدش کرد، تحلیلش کرد در رابطه با جامعه اون زمان و نوع رفتاری که در از فرد اصلی فیلم داشتش و اون جمله آخر که تاثیر زیادی رو من گذاشت که شما با پول آدم میکشید به خاطر پول، به خاطر سرمایه خودتون، ولی من ناخودآگاه و غیر ارادی این کار کردم. خب این حد بار روانکاوی و روانشناسی زیادی داشت و میتونه به ما کمک بکنه در اینکه یک جامعه سالم‌تر داشته باشیم. خب برای من یه اتفاق خیلی خوبی بود و جدید این که یه فیلم کلاسیک رو که اولین فیلم صدادار یه کارگردان معروف بوده نگاه کردم و بعد از دیدن خود فیلم با ژانر خاصش، با جذابیتاش، تحلیل‌های خیلی خوبی رو هم از بود روانشناسی این فیلم شاهدش بودم. تعاریف و موشکافی کارشناسای روانشناسی اون در واقع ارزش و ارزش این فیلم در نگاه من دوچندان کرد و واقعا برام خیلی لذت بخش بود.